عیسی این توده آدمان را دیده به بالای کوه برآمد و در همانجا نشست. هنگامی که شاگردانش در گرد او جمع آمدند، او به تعلیم دادن آغاز کرد. خوشبختند کسانی که محتاج خدا بودنشان را می دانند، چون که پادشاهی خدا از آن آنهاست. خوشبختند کسانی که غم و اندوه دارند، زیرا آنها تسلی می یابند. خوشبختند کسانی که خاکسار هستند، زیرا آنها در روی زمین حکم می رانند. خوشبختند کسانی که گرسنه و تشنه راستی هستند، زیرا آنها سیر خواهند شد. خوشبختند کسانی که رحم و شفقت دارند، زیرا خدا با آنها رحم و شفقت خواهد کرد. خوشبختند کسانی که پاک دل هستند، زیرا آنها خدا را خواهند دید. خوشبختند کسانی که صلحجو هستند، زیرا خدا آنها را فرزندان خود خواهد خواند.